سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز اومدیم پیشتون با یه داستان جنایی دیگه، داستان یکی از وحشتناکترین مجرمین دنیا به نام جان وین گیسی. خب چرا حالا یکی از وحشتناکترین مجرمین دنیاست؟ چون که اون یکی از فانتزی های دنیای جنایت رو تبدیل به واقعیت کرد. جان یک قاتل زنجیره‌ای و مجرم جنسی آمریکایی بود، اما نه یه مجرم معمولی، مجرمی که معروف بود به دلغک قاتل. او در دوران کاری خودش حداقل 33 مرد و پسر جوان رو مورد تعرض جنسی قرار داده و اونها رو کشته. گیسی مرتباً در بیمارستان‌های کودکان و رویدادهای خیریه به عنوان پوگو دلغک یا دلغک وصله‌ای و شخصیت‌هایی که برای این کار طراحی کرده بود برنامه اجرا می‌کرد و مردم رو سرگرم می‌کرد، در اوقات فراغت خودش. البته به گفته گیسی او تمام قتل‌های خودش رو در خانه و مزرعه خودش در نزدیکی نوریج، شهری در شهرستان نوروود پارک و کلان شهر شیکاگو و ایلینویس انجام داده. او به طور معمول قربانیان خودش رو به سمت خانه‌اش می‌کشیده و با ضربه به سر یا سرگرم کردن اونها با شعبده بازی تلاش میکرده که به قربانیانش دستبند بزنه و سپس به اونها تجاوز میکرده یا اونها رو مورد شکنجه قرار میداده. سپس قربانی خودش رو به وسیله خفه کردن یا با وسیله‌ای به اسم گاروت که اون هم وسیله است برای خفه کردن اونها رو به قتل میرسونده. گاروت سلاحی است به شکل رگبند که از زنجیر، طناب یا نخ ماهیگیری در آن استفاده می شود و روشی برای اعدام کردن بوده در گذشته و فرد رو با اون خفه می کردن. دوستان نمیدونم مدل رگبندهای پزشکی رو دیدید یا نه. یک حالت اهرم مانندی داره که با اون حالت اهرم مانند طناب رو سفت میکنن و کاری میکنن که رگ بسته بشه و جلوگیری بشه از خونریزی. در قدیم هم یه همچین روشی بوده ولی ازش به عنوان پزشکی استفاده نمی‌کردن. یک روش اعدام بوده و به روش خفه کردن آدم‌ها رو اعدام می‌کردن و این فرد یعنی جان وین گیسی با استفاده از ابزار گاروت که حالت یک صندلی هست و گاروت روی حالت گردن اون تنظیم شده افراد رو خفه می‌کرده. جان 26 نفر از قربانیان خودش رو در فضای خانه خودش دفن میکنه. 3 نفر دیگر هم در حیات ملک او دفن شدند. بقایای 4 نفر دیگر هم در رودخانه دسپلینز ریخته شدند که خب این دلغک قاتل اونها رو تیکه تیکه کرده و بقایای جسد اونها رو در این رودخانه ریخته. گیسی در سال 1968 به دلیل تجاوز به پسری نوجوان در واترلو آیووا به 10 سال زندان محکوم شد، اما به دلیل خوشرفتاری پس از گذراندن 18 ماه عفو خورد و آزاد شد. یعنی من واقعا این قسمت پرونده رو هر چقدر خوندم نفهمیدم.
که چطور چنین آدمی اف میخوره و اصلا درکش نمیکنم. اصلا چطوری میتونن چنین آدمی رو آزاد بکنن؟ نامفهومه برای من به شخصه و نمیتونم این بخشش رو درک بکنم. گیسی اولین قربانی خودش رو در سال 1972 به قتل رسوند و تا پایان 1975 2 نفر دیگر رو هم قربانی کرد و حداقل 30 قربانی بعدی رو بعد از طلاق از همسر دومش در سال 1976 به قتل رسوند. تحقیقات در مورد ناپدید شدن رابرت پیست، نوجوان دسپلینز، منجر به دستگیری گیسی شد. گیسی در 21 دسامبر 1978 دستگیر شد و جنایت این قاتل دلغک در اینجا به پایان رسید. جان وین گیسی در شیکاگو ایلینویز در 17 مارس 1942 به دنیا آمد. دومین فرزند خانواده و تنها پسر خانواده بود. پدرش تعمیرکار ماشین بود و مادرش هم خانه‌دار بود. گیسی لهستانی و دانمارکی تبار بود و در یک خانواده کاتولیک مسیحی زندگی می‌کرد. گیسی ارتباط خوبی با مادر و 2 خواهر خودش داشت و با اونها صمیمی بود، اما رابطه مناسبی با پدرش نداشت. پدر او یک فرد الکلی بوده و خانواده‌اش رو مدام کتک می‌زده. پدر گیسی او رو مدام تحقیر می‌کرد و او رو خنگ و احمق خطاب می‌کرد. او رو به نحو نامناسبی با خواهرانش مقایسه می‌کرد. از اولین خاطرات گیسی کتک خوردن با کمربند چرمی به خاطر ریختن جعبه ابزار به صورت اتفاقی هنگام کمک به پدرش در تعمیرگاه بوده. مادر گیسی سعی می‌کرد جان رو از آزار پدرش حفظ کنه، اما این باعث تحقیر شدن بیشتر جان توسط پدرش میشد و اغلب اوقات پدرش به او میگفت که مثل یک دختر بچه لوس هست و احتمالاً در آینده هم جنسگرا خواهد شد. با وجود بدرفتاری‌های پدر گیسی، جان هنوز هم پدر خودش رو دوست داشت، اما فکر میکرد که از نظر پدرش به اندازه کافی خوب نیست. گیسی در دوران بلوغ توسط یک دختر نوجوان مورد آزار جنسی قرار گرفت. همچنین توسط یک مرد بالغ که دوست خانوادگی پدر گیسی بود مورد آزار جنسی قرار میگیره، اما به علت ترس از تحقیر شدن توسط پدرش به کسی چیزی نمیگفت. این داستان گذشت و ادامه داشت تا زمانی که جان وین گیسی کمی بزرگتر شده بود و کسی که تا حالا خودش مورد آزار جنسی قرار گرفته بود تصمیم میگیره که با کمک یکی از دوستانش حالا بقیه رو مورد آزار جنسی قرار بده. بله دوستان، وقتی میگم کودک آزاری مساویه با ساخت هیولای وحشتناکی در آینده، اصلاً باهاتون شوخی نمی کنم. خلاصه در سال 1949 به پدر گیسی اطلاع دادن که پسرش به همراه یک پسر دیگه یک دختر رو در مدرسه مورد آزار جنسی قرار داده. پدر جان برق از سرش پرید و چون راهکار تربیتی به جز زور بلد نبود، جان رو با کمربند تیغدار شلاق زد و اون رو مجازات کرد. جان وین گیسی کودکی چاق و غیر ورزشکار بود. به دلیل عارضه قلبی که داشت در مدرسه ورزش نمی کرد. گیسی 14 تا 18 سالگی خودش رو در بیمارستان ها گذروند و همونطور که میدونید گیسی به دلیل بیماری خودش نمیتونست زیاد فعالیت های بدنی داشته باشه. گیسی به عنوان دستیار یکی از نامزدهای حزب دموکرات انتخاب شد و برای او کار میکرد و میگفت از این کار راضی هستش، چون به او احساس مقبولیت از طرف جامعه رو میده، همون احساسی که هرگز از طرف پدرش دریافت نکرده بود. قبول شدن در جامعه و مورد تایید قرار گرفتن. جان بعد از اولین قتل خودش وقتی که داشت داستانش رو برای دادستانی توضیح میداد گفت
وقتی تیموتی مک‌کوی رو کشته حس هیجان و لذت وصف نشدنی رو تجربه کرده و گفت عاشق اینه که حرصش رو روی قربانیش خالی کنه و بعدش بهش حس سبکی دست میده و از به قتل رسوندن قربانی‌هاش احساس رضایت میکرد. خب همونطوری که مشخصه از لحاظ روانشناسی هر کسی که آسیب میبینه کاملا منطقیه که دلش بخواد به بقیه آسیب بزنه و اگر نتونه خودش رو درمان بکنه و دست به عمل بزنه فجایعی رو به وجود میاره که این چرخه معیوب و مریض خشونت رو ادامه میده. امیدوارم که از این داستان هم لذت برده باشید. دوستان باید بهتون بگم که داستان‌هایی که حالا ما کار میکنیم و پرونده‌هایی که مورد بررسی قرار میدیم زوایای تاریک‌تری هم داره، ولی خب ما به خاطر یه سری ملاحظات از اونها پرهیز میکنیم و اونها رو سعی میکنیم که در پرونده نگیم و بازگو نکنیم، که البته خب نکات خیلی وحشتناکتر و تاریک‌تری در این پرونده ها نهفته است و ما مجبوریم که بالاجبار از اونها گذر کنیم و یک داستان کلی رو به شما ارائه بدیم. امیدوارم که از شنیدن این پرونده هم مثل پرونده های قبلی لذت برده باشید. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید و فعلا خدا نگهدار.